آموزش بافت پای کوتاه. برای شروع پای کوتاه ما باید یه زنجیره رو رها کنیم. زنجیره اول رو رها میکنیم، نمی بافیم. زنجیره دوم رو میخوایم شروع کنیم به پای کوتاه زدن. برای پای کوتاه زدن قلاب رو میبریم توی زنجیره، یه نخ میگیریم میاریم بیرون. 2 تا حلقه روی قلاب هست، یه نخ روی قلاب میندازیم و این دوتا رو با هم یکی میکنیم. دوباره زنجیره بعدی قلاب رو میبریم داخل، نخ میگیریم میاریم بیرون. 2 تا حلقه روی قلاب هست، دوتا رو با هم یکی میکنیم. دوباره زنجیره بعدی قلاب رو میبریم توی زنجیره، نخ میگیریم میاریم بیرون. 2 تا حلقه روی قلاب هست، نخ میگیریم و این دوتا رو با هم یکی میکنیم. اینم میشه پای کوتاه.